ما که زندگی صحابه رو مطالعه کردیم، در صحابه یک زنه پیدا نکردم، کلش 2 3 4. حتی یک دفعه در سعودی رفتم، یک کسی مرا پرسان کرد، گفت اولاد داری؟ گفتم ما. گفتم اینقه. گفت چقدر زن داری؟ گفتم 1 تا. واحد. گفتم ما. گفت چرا؟ گفتم شما چطور؟ گفت ما 3 4 3 4 3 4. ما گفتم آفرین تا کار شما صحیح است، 3 4 صحیح است. حالا مکلان سلفی را ببینی وقتی که بری خانهش خواستگاری چی میگن؟ برای خود میگیری؟ نه زن داری یا اولاد داری یا؟ چرا میگم دوم میگیرم؟ چرا؟ حکم اسلام جایزه. این تو می فرهنگ غرب نه آمده خراب شده، افکار مردم خراب کرده. من خودم میگم بگیره، هر کی میگیره 3 تا 4 تا. یک تا گفت سر خواهرت اگر بگیره، گفتم ما یقین که ما یک خواهر رو ازدواج کردم، گفتم بگی شاورش، گفتم هر قدر میگیری ولی تا 4 تا نه اجازه است.